ما یه کاری میکنیم جنگو شما ببرید. این هم به شما بگم، من توی هتل شرایطون که هی میگفتم بحثش 500 تا چیز دادن، گفتن ریگان میخواد با شما صحبت کنه. با کی؟ با من. هم تو هتل الیور نورس با ریگان صحبت میکرد، بعد گوشی گفت مترجم گفت ریگان. ما دیدیم صداش میشناسیم میگه، مثل همین الان مثلا عوض که این حرف زدن میشناسیم. بعد صحبت کرد با من، الان هنوز صداتش تو گوش من. گفتش که ما با آدمای شجاع و مرد، اونجور که با من ترجمه کردن، هیچ مشکلی نداریم. ضمناً نشون بگم این موقعی بود که ابراهام حکیم علت این که آوردنش اونجا، نمیدونم حالا مسئول میز بوده نبوده، علتش این بود که به قربانفر اعتماد نداشتن. این آورده بودن اونجا که ببینن این راست میگه یا نه. قربانفر هم اصلا اونو نمیشناخت، هیچ، نه تا حال دیده بودش نه اسمی ازش. ریگان چرا نمیخواست با آقای هاشمی رفسنجانی صحبت کنه؟ حالا اجازه بده، رئیس جمهور آمریکاست. هم بعد گفت ما هیچ مشکلی با خمینی نداریم. خمینی ما راحت باش میتونیم کار کنیم، راحت میتونیم باهاش باشیم. همچین چیزی که چرا؟ برای اینکه مرد هرچی که میگه انجام میده. ما با کسی که راستگوه و هرچی که میگه انجام میده ما هیچ مشکلی نداریم، ما هم مثل او هستیم.